عزیزم تو استوریت شما با کی می جنگی؟ با کی درگیری انقدر استوری تیکه دار و ایهامدار میذاری؟ اصلا استوریشو میخوای باز کنی بعد با ضد گلوله و کلاه جنگی بری تو احیانا تیر نخوری. اصلا تمام استوریاش از قبل معلومه، یا یه شوالیه داره از اسب میفته، یا یه تیکه از گیم آف ترونزه، یا یه تیکه از رگناره. من بلند خواهم شد، من چه میدونم میام بالا سرت، من خفتت میکنم. بروسلی تنظیم بازار، جکی جان پلاستیکی، کی با تو کار داره آخه؟ یاقی مناطق صعب العبور، نکن چیمو ول کن آقا جان. با کی کار ده؟ یکی تو اتوبوس به این چپ نگاهی شب تو استوری میام بالا سرت پیدات میکن. پیدا کردی به ما هم بگو. ول کن دیگه، هر بار استوری تو رو وا میکنیم یکی دنبال یکی هستی. دنبال چی تو؟ دنبال خچار آدیداسی زیر بغل ماری؟ بس بر دنبال نون.